مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم زنه میگه که منم داشتونی رو آقای گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. در همین اول برنامه یه معذرت خواهی بکنم به خاطر اینکه صدام گرفته و یک مشکل همیشگی تارای صوتی من که تو طول این چند ماه گذشته با من همراه بوده، اما چون من عاشق کارم هستم و کارم رو دوست دارم که اجرا بکنم در هر حال و هوایی که هستم، چون حضور شما و کنار شما بودن به من انرژی بیشتری میده. امروز قصد داریم که در برنامه پشت پرده افشا بکنیم پشت پرده های این چهره، آقای حسن عباسی که متولد 1345 هستن، وصل به بچه‌های بالا، اون بالاها که در طول چند سال گذشته با سخنرانی‌های جنجالی، بعضن عجیب و غریب و گاهی چرت و پرت و گاهی همراه با ساقی خوب تونستن یه اسم و رسمی برای خودشون تو فضای مجازی دست و پا بکنن و البته در طول 24 ساعت گذشته تا جایی که جا داشتن مورد عنایت فوتبالیستا و ورزشکارا قرار گرفتن و حسابی بهشون حال دادن و تا جایی که میتونستن، یعنی تا دسته و خشتک فوش خوار مادر خوردن از طرفداران فوتبالیستا، چرا که ایشون در آخرین اظهار نظر جنجالی خودش رفته بود پشت میکروفون و گویا جو گرفته بودشون، حالا یا چیز دیگه گفته بودن که فوتبالیستا تا خرخره میخورن، فوتبالیستا کلا آدم‌های، حالا خیلی میخوام معمولیش رو به شما بگم که لپ مطلب دستتون بیاد، آدمای لومپنی هستن، نمیدونم آدمایی هستن که نمیدونم چون در حال عشق و حال هستن، در حال رفاه هستن، اصلا چی میفهمن از شهدا. تا حالا دیدید مثلا یه فوتبالیست شهید بشه؟ یا تا حالا دیدید که مثلا اینها توی خانواده مذهبی باشن یا خانواده مذهبی داشته باشن؟ خلاصه به معنای واقعی کلمه گفت آقا فوتبالیست‌ها آدمای درب و داغونی هستن، ورزشکارا آدمای درب و داغونی هستن و شهید نمیشن. اینو من نمیگم، حسن عباسی گفته بوده تو سخنرانیش. فکر کن، بریم ببینیم. ببینید شما فوتبالیست دارید، فوتبالیست تو آبی و قرمز، این فوتبالیستا تا خرخره هم میخورن، همیشه هم غر میزنن، بالاترین ضریب ثروت رو دارن، بالاترین طرفدار و هوادار رو دارن، اما یکیشون لیاقت نداره شهید بشه، چون شهید زندگی نمیکنن. فوتبالیست مصلح اجتماعی نداری. نگاه نکنید به خدا یه فوتبالیستی هم از زنش چادریه، کسی که آدمی باشه که زنش چادری و دیندار باشه اصلا نمیره دنبال فوتبال. شما الان یه سری فوتبالیست تو این آبی و قرمز دارید، یه سری پررو، اینا سلبریتی فوتبالن. اولا سالانه 10 میلیارد تومان میگیرن، ثانیاً ارزه ندارن تیم فوتبال رو به یه جایی برسونن، باید بریم میلیاردها خرج کیروش و نمیدونم کیو کی کنی از اون ور دنیا بیاری به اینا توپ زدن. یا ثالثاً در نابسامانی های اخلاقی بزرگترین هنرشون اینه که بلندشن دست زنشون رو بگیرن برن تو سواحل وایسن عکسای ناهنجار با زنشون بگیرن، یا برن تو هتل ها و توی جاهای دیگه زنشون رو مثلا سرشو برهنه کنن. مثلا خیلی حالا این فوتبالیستای ایران لارژن. روایت از انبیا و ائمه هست در مورد کلمه‌ای به نام دیوس. دیگه دیوسی شد کلاس، یارو کلاس میذاره، کلاس دیوسی. ادای سوم هم که در میارن ادای دفاع از محرومین. یارو تا خرخره خورده تو جمهوری اسلامی، کاخ داره توی تهران و اطراف تهران، ماشینای آنچنانی سوار میشه، سفرهای آنچنانی داره، بعد اندازه 5 تا روستا کاخش برق مصرف میکنه توی این مملکت. سالی 10 میلیارد، 20 میلیارد، 30 میلیارد تومان از بیت المال مسلمین بهت دادن، بعد زبونت هم 6 متر و نیم دراز بود، اومدی هی توییت زدی علیه ملت خودت و نمیدونم بله باید اینجوری بشه اونجا اینجوری بشه. راست میگی از ماشینت بیا پایین، راست میگی از کاخت بیا بیرون، راست میگی فوتبال بذار کنار، بلند شو ببر کف جامعه پیش مردم. این مدعیان سینما و مدعیان فوتبال که عمده ادعاشون به خاطر اینکه طرفدار دارن کف جامعه، میگن آقا ببین ما طرفدار داریم پس حق داریم هر غلطی کنیم. ما چون تو فوتبال طرفدار داریم حق داریم بلنشیم زنمون رو روسریشو برداریم بریم هر غلطی خواستیم کنیم. گور بابای احکام اسلام، گور بابای قوانین جمهوری اسلامی. ما نه قانون قبول داریم نه شرع رو. ما کلا یه هنری از اون بیاد عمرمون دنبال یه توپ
هدر میره این توپه رو بزنیم دیگه ورزش استعماری انگلیسی توش یه کسی مثلا سرآمد بشه خیلی عمرش بالاست، فردا تو قیامت یقه‌شو میگیرن میگن که عمرتو در چه راستایی گذروندی؟ میگه من هافبک بودم، من دروازه‌بان بودم، من خط حمله بودم، من مربی تیم ملی بودم. عمرتو تو قهرمانی فوتبال گذروندی؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من خلق نکردم جن و انس رو برای عبودیت. بعد تو بلند شدی رفتی شدی مثلا قهرمان فوتبال که 100,000 نفر بیان تو استادیوم تو کف بزنن، جیغ بزنن، تخلیه کنن خودشونو. عمرشو آدم صرف این کارا کنه؟ عجیب میشه برای بعضیا. پس مثلا یعنی فوتبال نباشه، یعنی مثلا ما قهرمان فوتبال نباشیم، ما فوتبال تماشا نکنیم. اون به خودتون مربوطه. اما اینکه توی مملکتی یه سری افراد بی‌خاصیت از برقی که جمهوری اسلامی بهشون میده، از گازی که جمهوری اسلامی براشون تامین میکنه، از نون و دونی که بیت المال براشون در اختیارشون گذاشته، از پولای آنچنانی که گرفتن، از بنزین مفت و مجانی که میریزن تو ماشیناشون، از اینترنتی که استفاده میکنن، توییت میزنن صبح تا شب، به مردم لگد میزنن، به نظام لگد میزنن. خب طبعا باید جواب اینا رو اینجوری داد. بله، همین سخنرانی آقای حسن عباسی باعث شد که فوتبالیستا، ورزشکارا، نمیدونم وحید شمسایی، آقای گل فوتسال جهان، علی کریمی و خیلی از فوتبالیستا از خجالت حسن عباسی در بیان. حالا جلوتر واکنش این افراد رو به شما نشون خواهم داد، اما برای اینکه اطلاعات عمومی آقای حسن عباسی که خودشون رو هم دکتر میدونن رو بالا ببرم، باید عنوان بکنم که آقای شهید مهدی رضایی مجد کسی بوده که کاپیتان تیم ملی جوانان ایران بوده و به مارادونای ایران معروف بوده. شهید مهدی رضایی مجد. اما یکیشون لیاقت نداره شهید بشه. حالا شما چه جور میگید که فوتبالیستا شهید نمیشن؟ جای سوال داره. بریم یه تیکه از زندگی نامه شهید مهدی رضایی مجد که به مارادونای ایران هم معروف بوده رو ببینیم، بریم مثل توضیحات به شما بدم. مارادونای شهید ایران چگونه شهید شد؟ مهدی 15 گل برای تیم ملی جوانان زد و کاپیتان تیم ملی جوانان بود. یکی از گل‌های بیاد ماندنی او در بازی ایران کره جنوبی زده شد. او به دلیل تکنیک بازی و شکل ظاهریش خود را با مارادونا قیاس می‌کرد. مهدی رضایی مجد فرزند حسین در زمستان سال 1342 در محله پاچنار در یکی از محلات قدیمی تهران به دنیا آمد. مهدی رضایی مجد در فوتبال در تیم‌های آذر، اکباتان و تهران جوان بازی کرد. او توانست به تیم پرسپولیس بپیوندد و با این باشگاه قرارداد امضا کرد و 4 ماه در تمرینات پرسپولیس حضور داشت. او در روزگاری که فوتبال بازی می‌کرد به دلیل تشابه ظاهری و تکنیک در بازی خود را با مارادونا مقایسه می‌کرد و هدفش این بود که در باشگاه‌های اروپایی توپ بزند. مهدی 15 گل برای تیم ملی جوانان زد و کاپیتان تیم ملی جوانان بود. یکی از گل‌های بیاد ماندنی او در بازی ایران کره جنوبی زده شد. در مسابقات جام جهانی در بنگلادش که فدراسیون تیم ملی جوانان را به جای تیم ملی بزرگسالان به مسابقات اعزام کرده بود. مهدی رضایی مجد در 10 اسفند سال 65 در عملیات تکمیلی کربلای 5 در منطقه عمومی شلمچه به فیض شهادت نائل شد. مهدی 10 اسفند ماه به دنیا آمد و 10 اسفند ماه هم به سوی مبعود خود شتافت. ببینید اصولا توی ایران وقتی که یه سری افراد 4 تا آشنا پیدا میکنن اون بالا مالاها و 4 تا سخنرانی میکنن و 4 تا دنبال کننده برای خودشون پیدا میکنن، به معنای واقعی کلمه جو میگیرتشون. یعنی بهتر از این ما نمیتونیم بگیم. و حسن عباسی که از همون افراد هستش، چون که هر جا که کم میارن از شهدا خرج میکنن، هر کجا که کم میارن از جانبازها خرج میکنن، هر جا که دیگه میخوان خیلی سخنشون رو مثلا بگن خفنه، رفرنس میزنن به صحبت‌های مثلا فلان شخص گنده مونده اون بالا مالاها. یعنی اینکه اصطلاحاً به معنای واقعی کلمه سوراخو پیدا کردن. یه کسی هم بیاد بهشون ایراد بگیره میگن شما به شهداتون این کردید، شما به ایثارگراتون این کردید. یعنی همیشه از این خرج کردن دارن. و از اون طرف برید از خود خانواده شهدا بپرسید که آیا راضی‌اند که این افراد از اسم اونا استفاده بکنن. همین آقای حسن عباسی که مدرک تحصیلیشون دارای شباهات زیادی که حالا جلوتر بهش میپردازیم،
ارتباطاتشون با یه سری افراد دارای تاثیرهای عجیب و غریبه. یعنی چند بار از ایشون شکایت شده حکم زندان قطعی گرفتن، اما چون به یه سری افراد بالا مالا وصل بودن خیلی شیک و مجلسی، یه بار که اصلا کلا روحانی ازش شکایت کرد، رئیس جمهور قبری حکم قطعی براش گرفت ایشون بره زندان. فردا صبحش که میخواست بره زندان عکس با زرقامی منتشر کرد، به خاطر اینکه ارتباط و اتصالات به بالاها و پارتی بازی‌ها رو ما همیشه میبینیم. اما بریم واکنش فوتبالیستا رو ببینیم که چجوری مورد عنایت قرار دادن این آقای حسن عباسی رو. اول از وحید شمسایی شروع میکنیم که قشنگ میشوره و میبره حسن عباسی رو. ببینید. اصلا من ناراحتم تو کشوری دارم زندگی میکنم که تو توش داری زندگی میکنی، دوزاری. تو اصلا شهید میدونی چیه؟ اصلا میدونی مفقود الاثر و جانباز چیه؟ اصلا میفهمی کسی که از خودش گذشته برای کشورش یعنی چی؟ باز این ورزشکارا رفتن تو کشورهای مختلف پرچم این کشور و نام این کشور رو بردن بالا. امثال شما جز رانتو جز حرفای یاموف چی بلدی؟ بله. از اون طرف علی کریمی هم یه استوری گذاشت و گفتش که بابا شما دوزاری 4 تا اقتصاددان و فیلسوف و دانشمند رو اسمشون رو درست نام ببر بعد بیا راجع به ما اظهار نظر بکن. البته حسن عباسی این بار اولش نیست که نسبت به فوتبالیستا و نسبت به ورزشکارا واکنششون میده. چند سال پیش هم ایشون اومده بودن و گفته بودن که فوتبالیستا آدمای لومپنی ان که اینها کارهایی که دارن انجام میدن و توی استادیوم وقتی بازی میکنن 120,000 نفر اینا رو تماشا میکنن، فعالیت اینها فعالیت‌های شیطانیه. توجه کنید، من حالا بد صدام هم در نمیاد اما لازم بزنم تو سر خود. فوتبالیست بودن و فوتبال رو فعالیت شیطانی میدونن. صدام دیگه بالا نمیاد، لام از پشما و کوپر همه چی ریخت. آخه این چه هزار نظریه میکنه. بریم ببینیم. دنیاگرایا با میلیون دلاری که این فوتبالیستا رفتن تو این سالها از آرمنیا بیلفیلد توی آلمان تا تیم قطر و جای دیگه گرفتن، چه گلی سر این ملت زدن؟ یه فوتبالیست دیگه کجا به درد جامعه میخوره؟ هیچ. 120,000 نفر رو ببری تو این استادیوم آزادی بذاری سر کار تا ساعت در واقع نماز صبح هم برنامه 90 رو بذاری حالا ببینن هی فیلمو جلو عقب کنن کی بود پیرن کیو کشید. این میدونید یعنی چی؟ این یعنی کار شیطان، یعنی کار غفلت. کی جرأت میکنه تو جامعه‌ای که 120,000 نفر جمع میشه فوتبال ببینه فوتبال و فوتبالیست رو نقد کنه؟ کسی که قصه داشته باشه تو زندگی، چون فوتبالیست که لومپنیه که قصه نداره تو زندگی. فوتسال این مملکت رفتن اجنبی آوردن، الان چند شب تلویزیون دعوا داره که حالا این اجنبی رو با زن و بچه‌ش آوردن این باشه یا خود همون آقای گل جهان اونو جمع جور کنه. بله. حالا این خوبا جلوترش ادامه میده که یعنی فوتبال رو باید سردرش رو نمیدونم فلان کرده بیسان کرد، چرا که میرن مربی خارجی میارن. اینها همش به خاطر این هستش که اینا نمیدونم ایمان ندارن، تقوا ندارن، این چیزای. حالا 2 تا جلوترش هم شانس آوردیم اینجا از شهدا خرج نکردن ولی ربطش دادن به مردم سوریه و مقاومت و این چیزا. بریم ببینیم اینا. مسئله من نقد فوتبال و فرهنگ و تلویزیون نیست، اشتباه نگیرید تا من سخیف نمی‌کنم سطح مباحث تخصصی خودم رو. من دارم میگم جامعه‌ای که اسیر فوتبال و کیروش و کفاشیان و امثالهم هست، این جامعه از توش مقاومت در نمیاد. برید ببینید انسان‌های بزرگی که دارن توی سوریه میجنگن تا اینا امنیت داشته باشن فوتبال بازی کنن، این انسان‌ها کدومشون اسیر فوتبالن؟ کدومشون؟ اینا رو با صدای بلند میگم به اون جوان که یادت باشه، جوان ته دلت حواست باشه، فوتبالیست یا آدم لومپنیه که بود و نبودش در دنیا و آخرت تو هیچ تأثیری نداره. ملت یک سری قهرمان داره که تا زمانی که شهید میشن اونا شناخته نمیشن. یک سری قهرمان پوشالی به نام فوتبالیست داره که اینا رو باید بری اجنبی رو بیاری بهشون فوتبال یاد بده. یه قهرمانی که روشش رو اجنبی یاد بده معلومه چجور قهرمانی و پهلوانیه. یعنی این آقای دکتر نه درکی از ورزش داره، نه درکی از تفریحات سالم جوونا داره، نه درکی از بیزینس ورزشی داره، نه درکی از نمیدونم علم ورزش داره، نه درکی از فوتبال داره، نه درکی از یعنی شادابی و نشاط جوونها داره، نه درک. یعنی من موندم این افراد کی بهشون مجوز میده برن پشت میکروفون صحبت بکنن؟ اینها میخوان برن پشت میکروفون
و برای 1000 نفر 2000 نفر سخنرانی بکنن که یک جامعه رو هدایت بکنن. اینا حتی استانداردهای جهانی رو نمیدونن. مگه ایران یه دهکده و جزیره گوشه دنیاست که باید با همه جای دنیا متفاوت باشه؟ چجور همه جای دنیا میرن مربی میارن و میذارن توی تیماشون؟ فقط ایرانه که تافته جدا بافته است. مگه میشه؟ مگه ما از یه قاره دیگه اومدیم؟ مگه ما از یه کره دیگه اومدیم؟ مگه ما از یه جای دیگه اومدیم که نباید اتصال داشته باشیم به جامعه جهانی؟ بله. بعد میگه از تو اینا قهرمان در نمیاد. چه اظهار نظر چرت و پرتی شما میکنید؟ قهرمان چرا ربطی به قهرمان داره؟ ورزش دیگه. بعد اینا با همین سخنرانیاشون 4 سال دیگه سمت میگیرن، 4 سال دیگه جایگاه میگیرن. بله. وقتی میگم یه سری آدم جوگیر که هر کجا کم میارن از شهدا خرج میکنن، وقتی میرن پشت میکروفون این صحبت رو میکنن، اینجور جاها فیکشون میزنه بیرون، اینجور جاها بی سوادیشون میزنه بیرون. کسی که تو اون سیستم نمیتونه از اینا انتقاد بکنه که انقدر به اون بالا وصلن. کسی اگه از اینا انتقاد بکنه با گونی بردنش. ما هم اگه بخوایم راجع به اینا صحبت بکنیم، حالا که الان فوتبالیستا دارن از خجالتشون در میان، ورزشکارا دارن از خجالت اینا در میان. افتخار جهان، نمیدونم آقای گل فوتبال جهان رو ما داشتیم، آقای گل فوتسال جهان رو ما داشتیم. بعد ایشون داره میگه که اینا لومپنن. همین حسن عباسی که یعنی تا خشت ولی که ما بچه اهوازیم تا آبادان 50 کیلومتر فاصله داشتیم، یعنی ایشون بعضی وقتا یه لافایی میزنه اصلا تو آبادان قفله، پیش رفیقای من قفله، میاد میگه که هر هفته نیویورک تایمز برای من مقاله مینوشت. ببینید یک متنی رو به دفترمون میگم ایمیل کنن برای دوستان برگزار کننده. دوستان برگزار کننده زحمت بکشن در دانشگاه مختلفی که بچه دوستان دانشگاه آزاد، دانشگاه ایرجن و دانشگاه علوم پزشکی توی بورد این دانشگاه ها بزنید. آقای هنری کیسینجر 84 سالشه، ارشدترین استراتژیست غرب دیگه. من الان 39 سالمه. این رو میگم که شما از طریق شما به گوش اون دوستان توی سپاه برسه که نیویورک تایمز در هفته هر وقت در مورد من مطلب میزنه تو پرانتز مینویسه The Kissinger of Islam. من هنوز نصف سن آقای کیسینجر هم ندارم. بله. ولی نیویورک تایمز برای بوش و اوباما و نمیدونم ترامپش هم هر هفته مقاله نمیزنه که بخواد واسه شما هر هفته مقاله بزنه. چوسی الکی میای واسه یکی واسه اون جوانایی که اون پایینن، بنده خدای فیلتر شکن هم نصب نمیکنن رو گوشاشون، به خاطر اینکه شما مغزشون رو شستشو دادید. راجع به مدرک تحصیلی وقتی ازت میپرسن کلا که ماسمالی میکنی، معلوم نیست مدرک تحصیلی تو از کجا گرفتی. بریم ببینیم واکنششون نسبت به مدرک تحصیلیش. دیپلما، چیزی که دیپلم نامیده میشه، شما گرفتید نمیدونید معناش چیه. لیسانس هم که میگیرید باز نمیدونید معنای این کلمه چیه. شاید تو شب تلویزیون ببینید میگه تحت لیسانس کارخونه فلان. دکترم که بشید مثل همه دکترهای کشور نمیدونید معنای دکترا یعنی چی. بگیم آقا طرف راننده است، مثلا این دوستمون فیلم بردارن، بگیم آقا ایشون فیلم بردارن، بعد بگیم آقا فیلم برداری کنید، بگیم من بلد نیستم. فیلم بردار به کسی اطلاق میشه که میتونه با یک دوربین کار کنه. دکتر یعنی دکترینریان، یعنی کسی که میتونه دکترین ارائه کنه. اگر اصرار دارید که عباسی دکتر نیست، یه دکترینریان تو این کشور پیدا کنید بتونه دکترین ارائه کنه که دکترینشو اون بر دنیا درس بدن. فعلا که تو آدمای زنده تو ایران فقط عباسیه که دکترینشو تو خارج از کشور دارن درس میدن. بله. بعد همین آدم یا میگن که آی دکتر، میگه جونم. بله مثلا عباسی مثلا چرا سدهای ما خشکه؟ یاد میگه که معصیت توی جامعه بالاست. ببینید الان تمام سدهای کشور آبش خشک شده، کم شده. یک دلیل اصلی بیشتر نداره، معصیت بالاست. ما به قرآن اعتقاد داریم یا نداریم؟ حرف قرآن اینه، میگه اگر در قریه‌ای، در مدینه‌ای، در شهری، در روستایی مردم ایمان بیارن، تقوا داشته باشن، از آسمان و زمین برکات رو براشون نازل میکنیم.
طرحهای هواشناسی، مسائل محیط زیست اگر جواب میداد، آمریکا امروز 2/3 در خشکسالی وحشتناکی به سر نمی برد که در کالیفرنیا اینا اعلام وضع اضطراری کنن، پلیس آب بگذارن، هر کی این گونه مصرف کنه مثلا دستگیرش کنن. همین وضعیتی داره تو تهران رخ میده. بله، یعنی کلا ایشون درکی و شعوری از سدسازی‌های بی‌رویه، خشک شدن آب‌های زیرزمینی و کلا توپولوژی جغرافیایی ایران و جهان ندارن. میگن چون تو ایران گناه صورت میگیره، چون تو ایران معصیت بالاست، صدامون نمیدونم خوشسالیه. نمیگن که مثلا فلان جریان و نهاد صدای بی‌رویه زده، زرت و زورت روی کارون مثلا 200 تا صد زدن. اونا که اصلا ناراحت میشم، این به خاطر امام و انقلاب و اجاب و این صحبت هاست دیگه، اصلا چیزا نیست، اصلا ناراحت میشم شما فکر کنید چیزای دیگه. خب وقتی کار به اینجا رسید، جامعه ربا در شیوع پیدا کرد، خب به سادگی اولین اثری که تو جامعه برای شما ایجاد میکنه اینه که رودخونه‌هاتون خشک میشه. از هر 10 تا شهر ایران الان 9 تاش رودخونه‌هاش خشک شده. قم، اصفهان، شیراز، گلپایگان، همینجوری. اصلا جوری خشک شده که دارن شهرداری‌ها اونجا رو آسفالت میکنن. چون بحران ایمان داریم دیگه. چون از هر 1000 نفر 999 نفر نمیدانن که ایمانشون به چی باید تعلق بگیره. و بدتر از همه اینه که وقتی بهشون میگه آقا اینا مصادیق معصیت عمومیه، اینها اگر رواج پیدا کرد، خدا برای اینکه گوش مردم رو بپیچونه میاد در واقع روزیتون که بحث آب هست رو میگیره، میرم دوباره دنبال صاحب نظران محیط زیست از ژاپن و از جاهای دیگه. این یک، این دو. اگر دیدید با طرحهای این چنینی وضعیت آب و غیر و ذالک حل شد، مگر اینکه دوباره بزرگان اهل اخلاق رو صدا کنن، برن تو بیابونها نماز استسقا بخونن، خدا به بعض از این بزرگان رحم کنه، دوباره سطح‌های ما پر آب بشه. میگه ما تو ایران بحران ایمان داریم، نه تو رو خدا بحران عباس باتری ساز داشته باشه. ای بابا، پس نمیدونم ما که الان تو بلاد کفریم، تو مثلا آلمانیم، بقیه تو اروپا، هر جا اروپا، استرالیا، امریکا، تو بلاد کفرن، اونا هم چرا خوشسالی نیست؟ فقط تو ایران هست. با خاطر اینکه تو اونجا مدیریت درست از پارتی بازی نیست، همه چیز رو ربط نمیدن به امام انقلاب اسلام، که علمی به موضوعات نگاه میکنن. بعد میاد میگه که من عینک ریبن زدن و نمیدونم امریکن اپتیک و چیزهای مختلف رو بین بسیجی‌ها مد کردم، یعنی افتخارش اینه. یعنی یه چوسی میاد و تنگش هم میره جلو. ببینید عکسای دفاع مقدس منو میبینید، من عینک ریبن دارم. خب این عجیب بود، یه بسیجی باشه صورتشو با تیغ بزنه، پیرنی زیر شلوارش باشه، آستینشو تا کنه بیاد بالا. حالا هفته دیگه برای اینکه بلوف نزده باشیم یکی از اون عکس‌ها رو پرده نشون بدیم. بعد عینک ریبن هم بزنه. خب این عجیب بود برای اینا. حالا عکسای زمان آقای لطفیان هم بیارید، من کنار دست آقای لطفیان همیشه عینک امریکن اپتیک می‌زدم. 120,000 تومان اون موقع که حقوق ما 10,000 تومان بود، من عینک امریکن اپتیک خریده بودم. عینک زدن تو بچه حزب الله رو من باب کردم، اد کلون زدن رو من باب کردم، آستین کوتاه رو من باب کردم. این بچه انصار حزب الله اول که اومدن پیش ما، اول ریشا انقدر، شلوارا 6 جیبه. یه مدت که گذشت صورتاشون رو با ماشین می‌زدن، مرتب می‌شدن. ولی آستین کوتاه پوشیدن، ریشا رو آنکارد کردن، عینک ریبن زدن، ادکلون استفاده کردن، ادبیات متفاوت داشتن، ریشه تو مردم شناسی داره. بله، شما که حجاب اسلام، نمیدونم ریشه تو با تیغ بزنی، آستین کوتاه، این چیزا رو خود رعایت نمی‌کنی. اینا که دیگه تو سیستم اسلامه. بعد خودت میای نسبت به بقیه ایراد میگیری. بعد اون موقع که شما حقوق 10,000 تومان بوده، پول از کجا آوردی عینک 120,000 تومانی خریدی؟ بگو ما هم یاد بگیریم. شاید سوراخش شما بهتر از ما بلدی. اما چیزی که مشخصه اینه که آقای دکتر ماشاءالله نه نگفته به همه موضوع و تا جایی که جا داشته و سری آدم ها که فیلتر شکن رو حرام توی گوشیشون میدونن، میاد رخ کار، میاد از نیویورک تایمزی که تو ایران فیلتره. بعد اونا هم که نمیرن استعلام بگیرن، که میگن واو چه آدم کلفتی. حالا بعدا مفصل بهش میپردازم. امروز صدام گرفته، شانس آورد زیاد بهش نپرداختم. مرسی تا این لحظه ما بود. اگر دوست داشتید ویدیو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.